کارگردان فیلم فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت ایجادی فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری، اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار، از نام اصغری گفت قانون غیر انسانی منع ورود شهروندان 7 کشور به امریکا که ایران نیز به آن شامل است، این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم به گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم های خارجی موفق شد، همچنین تاکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماه گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است، با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان 7 کشور اساساً مسلمانشین اعلام کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد، ولی حاضر مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش‌های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می‌کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دچار مشکل می‌شود. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که 2 دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد. یک سری آدم‌هایی بودن که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی‌تر بکنن و به همین دلیل سینمای ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینمای ایرانم. تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره‌های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.